امروز میخوام توی این ویدیو در مورد رازهای پیدا کردن شغل برای مهاجران صحبت بکنم. میخوام به نکات عملی و خاصی اشاره بکنم که مسیر شغلی شما رو توی کانادا تغییر میده. اگر شما میخواید مثل من سریع توی کانادا شغل مورد نظرتون رو پیدا بکنید و مشغول به کار بشید، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. من مریم رحیمی، مشاور رسمی مهاجرت به کانادا هستم. توی این کانال پرداختم به موضوعاتی که کمتر بهش پرداخته شده، در مورد روش‌های مهاجرت، در مورد مسائل قبل و بعد از مهاجرت باهاتون صحبت میکنم. پس اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی، همین الان کانال رو سابسکرایب بکن. اگر این ویدیو فکر میکنی که برای دوستانت هم میتونه مفید باشه، حتما براشون ارسال بکن که همه از این اطلاعات بهره مند بشن. اولین نکته که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که خیلی‌ها فکر میکنن که یه رزومه استانداردی باید داشته باشن و اون رزومه استاندارد و ثابت رو برای تمام جاب پستینگ‌ها ارسال کنن که کاملا این روش اشتباهه. حداقل توی کانادا کارایی نداره. شاید توی ایران خیلی وقتا جواب داده باشه، ولی اینجا به هیچ عنوان جواب نمیده. شما برای هر جاب پستینگی، حتی اگر که پوزیشن شغلیش هم شبیه هست، باید برید بر اساس اون ریکوایرمنت ها، یعنی اون موارد مورد نیاز و اون مواردی که هایلایت شده، برید و رزومتون رو بر اون اساس مچ بکنید و تغییرات لازم رو توش ایجاد بکنید. به قول معروف میگن رزومتون رو باید شخصی سازی بکنید و مچ کنید با اون جاب پوزیشنی که پست شده و میخواید که رزومتون رو براشون ارسال بکنید. پس این نکته اول که خیلی مهمه و باید مد نظر حتما داشته باشید. نکته دومی که باید توی رزومتون حتما رعایت بکنید اینه که از دستاوردهاتون بگید و تعریف بکنید. بگید که مثلا من اگر مثلا در مورد پوزیشن فروش دارید اپلای میکنید، بگید که من کمک کردم مثلا فروش فلان کمپانی از این نقطه به این نقطه برسه، یا من کمک کردم تو این پوزیشن شغلی که این کمپانی ارتقا پیدا بکنه، قراردادهای جدید داشته باشه، یا یه سری مثلا ایمپروومنت های انجام دادم، کمک های خاصی کردم. حتما توی رزومتون به دستاورداتون اشاره بکنید. ضمناً خیلی به این نکته توجه بکنید که رزومتون مختصر و مفید باشه. اینکه خیلی مهارت دارین، خیلی کارا انجام دادین، عالیه، ولی نمیشه همه اون موارد رو بیارید تو رزومتون و یه رزومه 4-5 صفحه‌ای تهیه بکنید و خیلی هم با خوشحالی افتخارم بکنید که من یه رزومه خیلی کامل 5 صفحه‌ای دارم. خیلی عالیه ها که انقدر مهارت دارید، انقدر کار انجام دادید، انقدر تجربه دارید، ولی به عنوان یک کارفرما بهتون دارم اینو میگم، کارفرماها انقدر سرشون شلوغه که فرصت نمی کنن که تمام اون اطلاعاتی که شما توی اون رزومتون نوشتید و بشینن مطالعه بکنن. پس به نکات کلیدی بسنده کنید و کاملا تو the point اون چیزی که اونا میخوان رو اشاره بکنید و تمام. حالا اگر به اینترویو دعوت شدید، خیلی عالی، خیلی خوب، میتونید حتما برید و در مورد تجربیاتتون صحبت بکنید و توضیح بدید. فقط جواب سوالاتشون رو بدید، البته اینم حواستون باشه. پس اینا همه شاه کلیدهایی هست که دارم در اختیارتون میذارم و خیلی مهم و حساس هستن. حواستون خیلی باید به این نکات باشه. حالا من میگم مختصر و مفید، فقط هم در حد و اندازه این که اسم و فامیل و ایمیل ادرستون و تلفنتون بنویسیدم نباشه، چون اصلا ارزشی نداره. من چند وقت پیش کاملا خاطرم هست برای یک کمپانی داشتم فعالیتی رو انجام میدادم که برای اپلیکیشن المایه بخوایم براشون اقدام بکنیم و خب به هر حال برای اون قسمت اپلیکیشن نیاز هستش که یه سری جاب پستینگی انجام بشه، یه سری رزومه هایی دریافت بشه، اینترویو هایی انجام بشه. حالا وارد جزئیات اون نمیشم. به واسطه اون فعالیتی که داشتم برای اون کمپانی انجام میدادم، یک سری رزومه به دست من رسید که خب باید اونا رو همه رو مطالعه میکردم، ولی تو خیلی از رزومه ها من واقعا شوکه شدم. مخصوصا رزومه ها اکثرا از طرف ایرانی‌ها، هموطنان عزیزمون بودن که برای اون جاب پستینگ درخواست داده بودن و واقعا به جرئت میتونم بهتون بگم در حد اسم و فامیل و شماره تماس و آدرس ایمیل بود. و این یعنی فاجعه. اون اصلا رزومه نیست. بعد چه توقعی داریم وقتی که ما یه همچین
موضوع مهمی رو بهش توجه نکردیم و میگیم که من نتونستم کار پیدا کنم و هرچی منتظر تلفن میمونم، هر جا من رزومه میفرستم هیچ کسی با من تماس نمیگیره. خب خیلی طبیعیه وقتی که یه همچین رزومه‌ای دست کارفرما برسه اصلا نگاهش هم نمیکنه. خب چه چیزی تو اون رزومه من بولد کردم، چه هایلایتی رو اونجا آوردم که منتظرم که کارفرما با من تماس بگیره و براش جذاب باشه که تلفن رو برداره یا ایمیل به من بزنه و منو دعوت به مصاحبه بکنه. یه شاه کلید دیگه هم میخوام بهتون بگم که شاید هیچ جا یا کمتر جایی اینو بهش اشاره بکنن که برای خود من خیلی کارایی داشته، برای خیلی کسای دیگه هم که راهنماییشون کردم کارایی داشته. شاه کلید بعدی بعد از آماده کردن رزومتون اینه که دنبال هیدن جابز باشید. هیدن جابز یعنی مشاغل پنهان. یعنی چی؟ یعنی اینو آمار توی کانادا داره میگه بالای 70% مشاغل مورد نیاز در کانادا اصلا ادورتایز نمیشن، یعنی اصلا آگهی داده نمیشه، یعنی کارفرما اصلا فرصت این کار رو نداره. پس از کجا باید اینا رو پیدا بکنیم؟ میتونید بر اساس اون توانایی هایی که دارید و نوع شغلی که تمایل دارید که توش مشغول به کار بشید بگردید و اطراف خودتون بیشتر هم سعی بکنید نزدیک محل زندگیتون باشه، چون یکی از نکاتی که بهش توجه میکنن اینه که شما فاصله محل کارتون تا محل زندگیتون چقدره و اگر خیلی توتون فاصلهش زیاد باشه احتمال اینکه به اینترویو دعوت بشید خیلی ضعیفه. اگر هم دعوت بشید تو همون اینترویو چک میکنه و میبینه آدرس شما خیلی دوره و فاصلهش زیاده، ممکنه که شما رو دعوت به کار نکنه. خب همونطور که گفتم هیدن جابز یا مشاغل پنهان باید اون اطلاعات حالا شرکت ها یا محل کار، هر چیزی، میتونه حتی یه مغازه باشه، یه استور معمولی باشه، بگردید اطرافتون پیدا بکنید و با اون رزومتون و با اون نوع شغلی که میدونید اونجا داره کار میشه و تایپ شغلیش به اون شکله برید حضوری مراجعه بکنید و رزومتون رو دراپ آف کنید. اونجا حتما بگردید یک نفر رو پیدا بکنید که معتبر باشه، مثلا مثل سوپروایزر یا کسی که حالا یه لول از کارمندای معمولی بالاتر باشه. حتما بگردید پیداش کنید، بخواید ازش، بگید من اومدم اینجا میخوام مدیر مثلا این استور رو ببینم، میخوام منیجر رو ببینم. میگن نه منیجر نیست، نمیدونم بیزیه، سر شلوغ، ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ میگیم خب اوکی میخوام سوپروایزر رو ببینم. یا حالا ببینید به چه اندازه سایز اون کمپانی یا استور هست، به همون نسبت میتونید یه مقداری کسی که کمی لول بالاتر داره یا اچ آر، مسئول مثلا استخدام، هر کی که به این شکل باشه، همینجوری به یه کشیر ندین اونو. منظورمه یه نفری باشه که در واقع بتونید بهش اعتماد بکنید که رزومتون رو بهش دارید میدید قطعا به دست شخص مورد نظر میرسه و رزومتون رو با احترام بدید و خیلی لبخند رو لبتون باشه، خیلی مشتاق خودتون رو نشون بدید و بهشون بگید که من تحقیق کردم، یه مقداری در مورد اون کمپانی تحقیق بکنید، اطلاعات خوبی به دست بیارید، بگید که میدونم که اینجا تو این زمینه دارین کار میکنید، این شکلیه، یه مقدار در مورد خودتون صحبت بکنید اگر بهتون فرصت صحبت داده شد. اگر نه گفتن اوکی دراپ آف میکنی، اوکی ما ازت میگیریم، بازم ولش نکنید، رهاش نکنید. بعد از اینکه رزومتون رو دراپ آف کردید برای خودتون یه تایم رو کلندرتون بذارید، دوباره 2 هفته بعد برید حضوری و پیگیر بشید. حتما اون روزی که رفتید دراپ آف کردید اسم اون شخص رو یه جایی یادداشت کنید، بگید میشه اسمتون رو داشته باشم و دوباره که رفتید سراغ همون شخص رو بگیرید، بگید من اومدم فلانی رو ببینم. 1-2 بار این کار رو انجام بدید، مطمئن باشید که نتیجه میگیرید. اون شخص وقتی میبینه شما انقدر مشتاقین و پیگیر هستین میگه خب اوکی بذار من اینو حداقل یه بار باشه اینترویو بکنم. این حالا کیسیه که ممکنه که کمی سخت باشه ها. تو خیلی موارد فقط با 1 بار مراجعه حضوری اون شخص شما رو همونجا باهاتون اینترویو میکنه. به جرئت میتونم بگم این اتفاق خیلی زیاد میفته و من خیلی میشنوم وقتی راهنمایی میکنم و میان برمیگردن به من میگن این اتفاق افتاد. خب کاملا دستم اومده که چقدر این تأثیر گذاره، مخصوصا برای جاهای کوچیکتر خیلی جواب میده. پس هیدن جابز رو دست کم نگیرید، خیلی بهش اهمیت بدید، حتی بیشتر اهمیت بدید نسبت به هیدن جابز تا اینکه بشینید و ساعت‌ها پای کامپیوتر همینجوری رزومه بفرستید. هیدن جابز خیلی بهتر جواب میده.
اینم یه دونه از شاهکلیدهایی که در اختیارتون گذاشتم. مورد دیگه که میخوام باهاتون در میون بذارم در مورد همون جاب پستینگ هاست که شما براشون رزومه ارسال میکنید. خب بعد از که رزومه رو ارسال کردید بعد چه اقدامی بکنید؟ این که فقط منتظر بمونید که باهاتون تماس بگیرن ممکنه هیچ وقت این اتفاق نیفته. دلیلش هم اینه که همونطور که گفتم کارفرما انقدر سرشون شلوغه که یا وقت نمیکنن رزومه ها رو کامل ببینن و بخونن، یا اینکه همون چند تای اول ممکنه مطالعه بکنن، توی همونای یکی و دو نفر رو پیدا بکنن یا اینترویو مختصری بکنن و هایرینگشون رو انجام بدن. حالا کاری که شما باید انجام بدید و بهتره که این کار رو انجام بدین اینه که بعد از اینکه رزومتون رو ارسال کردین حتما اطلاعات اون مرکزی رو که براشون ارسال کردید، حالا میتونه کمپانی باشه، بازی استور باشه یا هر چیزی، حتما در اسرع وقت حضوری مراجعه بکنید. حتما هم ازشون اطلاعات داشته باشید و برید اونجا و بگید که من رزوممو ارسال کردم و میخوام که با مسئول استخدام صحبت بکنم. من خیلی مشتاقم برای این پوزیشن و خودم هم حضوری اومدم. از تجربه خودم به عنوان کارفرما بهتون بگم. به عنوان یک کارفرما خب پیش میاد و پیش اومده قبلا بارها این اتفاق افتاده که ما نیروی کاری نیاز داشتیم و آگهی دادیم برای اینکه بتونیم رزومه بگیریم و نیروی کارمون رو انتخاب بکنیم. و خب مثل همه کارفرماهای دیگه سرمون شلوغ بوده، شاید فرصت نکردیم یا حتی به همون چند تای اول بسنده کردیم، ولی بارها پیش اومده که 2 روز بعد از اینکه مثلا ما آگهی رو گذاشتیم اشخاصی حضوری مراجعه کردن، رزومه به دست، گفتن ما رزوممون رو براتون ارسال کردیم، حضوری هم اومدیم و خیلی مشتاقیم که توی گروه شما کار بکنیم. و واقعا همونجا گفتم او عالی، اوکی، بیا ببینم چی کاره، بیا با هم صحبت بکنیم و نشستیم صحبت کردیم و اون آدم هایر شده. یعنی انقدر که وقت محدوده اون شخص ترجیح میده که با اون شخصی که حضوری اومده و خودش هم ابراز اشتیاق داره میکنه، به هر حال رزومه‌ش رو آورده، نه اینکه حالا هر رزومه‌ای هر مدل کسی رو آدم بخواد استخدام بکنه، ولی خب شما که هر کسی نیستین، شما قطعا مهارتاتون بالاست و حتما باید خودتون رو پرزنت کنید و میرید اونجا اعلام میکنید و خیلی وقتا پیش میاد که همون لحظه و همونجا با شما مصاحبه رو انجام میدن و شانس شما برای استخدام بسیار بالا خواهد رفت. این نکته رو هم خیلی مد نظر داشته باشید و اجرا بکنید. نکته بعدی در مورد نوع شغله. خب شاید خیلی مواجه شده باشین با افرادی که به شما بگن که اینجا توی کانادا فقط باید با کار جنرال شروع بکنید. هیچ ایرادی نداره ها. اگر که کار جنرال بهتون دادن حتما برید و شروع بکنید. برای به دست آوردن سابقه کار کانادایی و بیلداپ کردن رزومتون اتفاقا خیلی هم خوب و به درد میخوره. منتها نکتهش اینه که توی کار جنرال گیر نیافتیم. این یه نکته. پس یعنی چی؟ یعنی اوکی، اگر من یه آفر شغلی گرفتم برای کار جنرال عالیه، هم به هر حال یه بخش از هزینه‌های زندگی منو میتونه تامین بکنه، هم به رزومه من کمک میکنه و بیلداپش میکنه. اما اگر قرار باشه که من تمام وقتم و انرژیمو و تمرکزمو بذارم رو اون کار جنرال، توی همون کار گیر میافتم. کاری که باید بکنید و استراتژی که باید پیاده بکنید اینه: در کنار کار جنرالتون سعی بکنید روی مهارت‌های دیگه‌تون کار بکنید. برای گرفتن کار تخصصی خیلی وقتا نیاز هستش که شما اینجا یه سرتیفیکیت بگیرید، یه دوره کوتاه مدت حتی در اندازه 2-3 ماه بگذرونید. اصلا مهم نیست که 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 ساله، بسته به نوع اون شغل تخصصیتون حتما تحقیق بکنید و در کنار کار جنرالی که دارید انجام میدید، اگر زبانتون ضعیفه حتما برنامه‌ریزی بکنید و تایم بذارید، هم برای زبانتون هم برای یاد گرفتن یک مهارت تخصصی که بتونید به واسطه اون وارد بازار کار تخصصی بشید که خب هم موقعیت شغلیتون ارتقا پیدا میکنه، هم درآمدتون بیشتر خواهد شد و آینده در واقع خیلی بهتری خواهید داشت. من خیلی افراد رو میبینم که بعد از سالهای سال توی کانادا زندگی کردن همچنان کشیرن یا همچنان تو کاستومر سرویس دارن کار میکنن که این اصلا خوب نیست. چرا گیر میکنم به این
این دلیل که یه سیوینگ محدودی دارن و به جای اینکه من یه ویدیویی دارم که میگم روی خودتون سرمایه گذاری بکنید از ابتدا، به جای اینکه با اون سیوینگشون روی خودشون سرمایه گذاری بکنن و برن حالا هزینه یه دوره‌ای رو بدن، میرن حالا اون هزینه های دیگه میدن که تو اون ویدیو صحبت کردم در موردش. و خب وقتی که کار جنرال هم دارن، شدیداً وابسته درآمد اون کار جنرال میشن که اگه مثلا الان دارن 25 ساعت 30 ساعت دارن کار میکنن، اگه اون 30 ساعته بشه 20 ساعت نمیتونن خیلی از هزینه هاشون رو افورد بکنن، اونجا گیر میکنن. اینجاست گیر کردنه. پس حواستون باشه اگه سیوینگی دارین روی خودتون سرمایه گذاری بکنین، در کنار کار جنرالتون به برنامه‌های دیگه‌تون برای یادگیری مهارت‌های جدید هم حتما بپردازید. کاری که افرادی که متأهلن میتونن انجام بدن، اینا هم از تجربیات و سوابقی که خودم تجربه کردم و دارم و دو اطرافیانم هم دیدم دارم باهاتون در میون میذارم. افرادی که متأهلم هستن موقعیت خیلی خوبیه که نوبتی این کارو بکنن. همه ما این مسیرها رو رفتیم، ربطی هم به موقعیت الان کانادا نداره. اینا رو حواستون باشه. الان سوشال میدیا هست، همه جا داره پخش میشه اخبار. قدیم هم همین بوده. خیلی سال پیش هم ماها مهاجرت کردیم، چالش کار پیدا کردن داشتیم، چالش کار جنرال و کار تخصصی و دوره گذروندن و همه اینا رو داشتیم. از منی که مهاجر قدیمی هستم، از من قدیمی تر هم برید بپرسید، همشون همینا رو بهتون میگن. هیچ وقت تو مهاجرت هلوبور تو گلوی وجود نداشته. همیشه با تلاش آدما به نتیجه رسیدن، چون شایسته سالاریه و این خیلی مهمه. و سعی بکنید رو اون مسائلی که مربوط میشه به کارتون تمرکز بکنید و میتونید وقتی کاپل هستید این رو نوبتی انجام بدید. یه دوره مثلا یکیتون برین درس بخونین، یکیتون کار بکنید، بعد دوباره سویچ بکنید، یکی دیگه درس بخونه، اون یکی کار بکنه. به این شکل ظرف مدت مثلا یه بازه زمانی 1 ساله یا 2 ساله میبینید که هر دوتاتون وارد کار تخصصی شدین، درآمدتون یکو افزایش پیدا کرده و اصلا درهای خیلی زیادتری به رویتون باز شده. عزیزی رو میشناسم که از کلاینتای خود من بوده و دانشجویی چند سال پیش کمکش کردم اومد کانادا و بک‌گراندش پرستاری بود و خب همونطور که همه میدونن اینجا رشته های هلت خب به راحتی نمیتونن وارد بازار کار بشن، باید حتما لایسنسش رو بگیرن و مراحل در واقع گرفتن اون لایسنس و تاییدیه ها خب زمان بره. وقتی که اومد حساسیت روی اون بک‌گراندی که داشت نشون نداد. پلن داشت برای خودش هدف و تارگتی تعریف کرده بود که میخواد اینجا پرستاریشو ادامه بده و مشغول به کار بشه تو زمینه پرستاری، اما رو اون خیلی اصرار نکرد که همون لحظه‌ای که اومده حتما این اتفاق بیفته، چون یه چیز غیر ممکنی بود. چی کار کرد؟ رفت شروع کرد از کار توی مکدونالد و به مرور که خب به هر حال اونجا یه کار کوچیکی بود، کار سختی بود، کار جنرال بود و یه درآمد کوچیکی داشت، ولی خیلی کمکش کرد تو هندل کردن هزینه هاش رو تأمین کرد. در کنارش از خودش، از وقتش بیشتر استفاده کرد، برنامه ریزی کرد. فقط نگفت که من دیگه کاری جنرال سخت و سنگین دارم میکنم، دیگه توان اینو ندارم که حالا برم تا دیر وقتم بشینم درس بخونم یا ویکندم مثلا کار نکنم یا درس بخونم. واقعا برای خودش یه تایمی رو، بازه زمانی رو مشخص کرد، تارگتش هم مشخص کرد. در کنار کار جنرالش رفت دوره‌های مربوطه رو گذروند، امتحانات مربوطه رو داد و الان توی یکی از بهترین بیمارستان‌ها مشغول به کار هست. تو همون زمینه تخصصی پرستاریش داره کار میکنه و هم موقعیت شغلیش بسیار متفاوت شده، هم درآمدش. نکته آخر این که روی بک‌گراندتون هم خیلی حساسیت نشون ندید. بک‌گراند کاریتون منظورمه. یعنی چی؟ یعنی پافشاری نکنید که من یه پوزیشن شغلی این شکلی توی ایران داشتم، الانم دقیقاً باید برم همین پوزیشن شغلی رو پیدا کنم و مشغول به کار بشم. تو خیلی از موارد پیش میاد که کلاً افراد شغلشون رو تغییر میدن نسبت به شغلی که قبلا داشتن. مثلا مثال میزنم، افرادی هستن با سابقه پزشکی، با سابقه دندان پزشکی. خب ورود به این مشاغل خب اینجا چالش‌های زیادی داره، مراحل طولانی داره
یا افرادی میرن و ادامه میدن در کنار حالا کارهای دیگه مثل همین دوست عزیزی که گفتم، یا نه میبینن خیلی مسیرش طولانی و سخته، کلا میذارنش کنار، میگن اوکی تا امروز من پزشک بودم، از امروز به بعد قراره چیکار کنم؟ من مهاجرم و مهاجرت کردم و باید خودم با شرایط الان و اینجا مچ بکنم. بنابراین خیلی اصرار هم نکنید رو شغلایی که قبلا داشتید، ذهنتون رو باز بذارید برای اینکه موقعیت‌های دیگر رو هم ببینید. اگر برای کار تخصصی جدیدی نیاز به دوره دیدن داره، حتما برید دوره ببینید. بعد میبینید که چقدر درا بروتون باز میشه و میتونید به راحتی مشغول به کار بشید. اگر لازم مهارت‌های مختلفی رو امتحان بکنید یا ارتقا بدید، حتما این کار رو بکنید. از تو کانادا این فرصت به آدم داده میشه که بره دنبال علایقش. میبینی کاری که داشته میکرده تو ایران کار خیلی خوبی بوده، شغل خیلی خوبی داشته، ولی خب توش گیر کرده بوده، شاید علاقه هم بهش نداشته ولی درآمد خوبی داشته. بعد میاد اینجا یه موقعیتی براش ایجاد میشه، انگار ذهنش که باز میشه، میخواد به چیزای دیگه، به آپشنای دیگه فکر کنه، میبینه که او خیلی کارا بوده که تا به امروز دوست داشته انجام بده ولی خب مشغول بوده، بیزی بوده، نتونسته. الان بهترین فرصته که بره دنبال علاقش و بره اگه لازم دوره ببینه، ارتقا بده، اون کارو انجام بده و میشه وین وین. هم توی کاری مشغوله که علاقه‌منده، هم تخصصیه، هم درآمد خوبی داره. دیگه چی از این بهتر؟ در نهایت کار پیدا کردن توی کانادا فقط رزومه و دنبال آگهی رفتن نیست. باید دست به کار بشید، خودتون رو خوب معرفی کنید و از فرصت‌هایی که براتون پیش میاد به سرعت استفاده کنید. اینا شاه کلیدها و استراتژی هایی که توی این ویدیو با شما در میون گذاشتم، مطمئن باشید که شما رو از بقیه متمایز میکنه. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه. اگر تا الان فراموش کردید که کانال منو سابسکرایب کنید، حتما همین الان برید و سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای منو از دست ندید. اگر دوستی دارید، کسی رو میشناسید که تو پیدا کردن کار توی کانادا هنوز دچار چالشه، افرادی رو میشناسید که برای مهاجرت به کانادا دارن برنامه‌ریزی میکنن، براشون ارسال بکنید که برای پیدا کردن کار میتونه بهشون خیلی کمک بکنه. راههای ارتباطی ما رو هم میتونید مثل همیشه توی دسکریپشن کانالمون، همینطور دسکریپشن همین پست پیدا بکنید و با ما ارتباط برقرار بکنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.